دوستان عزیزم با سلام، دکتر الهه سنگو هستم، جراح متخصص زن‌آزمایی نازایی. میخوایم راجع به آیودی‌های هورمونی، اصطلاحاً آیودی میرنا صحبت کنیم. آیودی هست که به جای اینکه مس داشته باشه، داخلش هورمون پروژسترون داره و این هورمون در بدن آزاد میشه. این آیودی‌ها به مدت 5 سال میتونن برای شما یک روش جلوگیری باشن. در همه موارد این رو نمیذاریم. اندیکاسیون‌های خاصی داره. مثلا بیمارانی که باید عمل بشن ولی به هر دلیلی ما نمیتونیم اونا رو جراحی کنیم. خونریزی رحمی زیاد دارن، رحم‌های آدنومیاز دارن یا اندومتریوز هایی که بعد از جراحی نیاز دارن که یک روشی هم در کنارش داشته باشن که عود نکنن. آیودی‌های میرنا در این موارد گذاشته میشه. مشکل این هست که این آیودی گرونه، کارگزاریش مقداری سخته، پس برای عموم توصیه نمیشه. با تشکر از شما، متشکرم.